شما در بیان چند مسائل از مسائلی که وابسته به میت است، یعنی به مرده هست، به سمع شما میرسونم انشاءالله که هر برادری که درس ما را گوش میکند به خود خیلی مسئله های مهم میگیرد، به خاطر که امروز در جامعه بسیار به چشم میخورد که از بسیار مسئله ها ما مسلمان ها بخبر هستیم. یعنی یک مرگ مرده میشود، از دیگه جو آدم میاریم ما را نصیحت میکنه و ما را میفهمونه. به همین خاطر امروز میخواهم در بابت شروطی که در نماز جنازه تعلق به میت دارد، شرطی که وابسته به همون مرده دارد، به سمع شما میرسانم و هر برادر هر خواهری که نوار ما را گوش میکند میفهمد که تا چی اندازه را مهم است به یار و دوستان خود تقسیم میکند. هر برادر هر خواهری که اگر گوش کند انشاءالله به خود یک فایده به دست میآورد. مسئله که میت مسلمان باشد اگرچه فاسق، البته بر یاغی و دزد و قاتل والدین نماز جنازه خوانده نشود، به شرطی که یاغی و دزد در حالت جنگ و درگیر کشته شوند. میگه که بر همه آدم فاسق هم که باشد باید که نماز جنازه را بخونه، لیکن بر آدم یاغی آدم سرکش میگن، آدمی که دزده همیشه کارش دزدی هست و قاتل والدین یا آدمی که پدر و مادرش میکشه، به ایو میگه نماز جنازه نخونن اگر در حالی که به همه عملشو بمبرن، یعنی توبه نکنن. همه آدمی دزد یا رهزن یا انسانی که پدر و مادرش میکشه، همینها اگر توبه نکنن در همه حالت بمبرن، به همه حالت بمبرن، اونها را جنازه کرده نشه، میگن یعنی جنازهش خوانده نشود. مسئله 676 اگر پدر یا مادر مسلمان است بر بچه نماز خوانده شود. اینه مسئله ای که بسیار مهم است. یک انسان زن عروس داره یا مرد مسلمانه یا زن مسلمانه یا تش مسلمانه، میگه وقتی که اگر همون فرزند همون ها میبره حال به بلوغت رسیدگی نیست، میگه همون را چیکار کردن در کار، میگه جنازهش خواندن در کار. میگه اگر میگه پدرش یا مادرش بچه مسلمان است بر بچه نماز خوانده شود، به هم بچه چی میشه؟ میگه نماز خواندن درسته. 677 میت عبارت از کسی است که زنده باشد و بمیرد. میت مرده کسی را میگن که در حیات زنده هست، نفس کشیدگی، همون را چی میگن؟ مرده میگن. اگر مرده به دنیا بیاید میت نیست و نماز بر آن خوانده نشود. در حالی که یک خواهر، یک زن، یک مادر تولد میکنه که هم کودکش مردگی تولد میکنه، او را انسان حساب کرده نمیشه، یعنی زنده حساب کرده نمیشه. فقط زنده کسی را میگن که او تولد میشه و ای دنیا نفس میکشه و آواز میبره. وقتی مرده تولد شوه او را هم تای خاک مینن و جنازهش نمیکنن. دیم بدون بدن و کفن میت از نجاست حقیقی و حکمی پاک باشد. دیم شرط های همون میت چیه؟ همون کفن و بدن میت از نجاست حقیقی گفته دیده میشه و حکمی که پاک باشد، یعنی حکمی که در حالت جنوب هم باشه یا حیض نفاس هم باشه شستگی تازه باشه، پاک باشد. البته اگر نجاست حقیقی از خود آن بیرون آمده باشد، یعنی نجاست حقیقی اگم جوش زرده و شکافه که نجاست میس است بیرون آمده باشد و دور کردن آن باعث حرج است، نماز جایز است. قاقش میکنن با همون مقصد از جوش بریدگی چوکه همجا نجاست برمیز است، میشون قاقش میکنن با میبره، با قاقش میکنن با میبرن، همون تا یکم مقصد لطه یکم چیز میمونن، اگر چندی وروی هم تا نماز جنازه شه میخونن. مسئله 678 اگر میت از نجاست حکمی پاک نباشد، حکمی مقصد نجاستی را میگن که اسلام حکمش کرده است، یعنی حیض نفاس جنوب نجاست حکمی میگن، یعنی به حکم اون حیض نفاس دیدن میشه که همه نجاست حکمی میگن. همراه میگه که اگر میت از نجاست حکمی پاک نباشد، میگه یعنی در حالت حیض بود یا نفاس بود یا جنوب بود، یعنی اون رو غسل یا تیمم نداده باشند، نماز جایز نیست، نماز جنازش جایز نیست. میگه اگر در حالی که غسلش یا تیممش نکرده باشند، مگر اینکه بدون غسل دفن شده باشد که بر قبر اون نماز جایز است. بدون غسل هم در قبر موندنش در بالای قبرش هم چکش میکنن، جنازش میکنن. و اگر بدون غسل یا تیمم نماز خواندن دفن کرده باید مجددا بر قبر اون نماز خوانده شود و نماز اولا جایز نیست. لیکن میگه در حالی که اگر همو را غسل کرده تیمم نکرده
همون جنازه کردگی باشند در قبر مونده باشند او را چیکار میکنه میگه بیرون کرده میشود غسل کرده میشه بعدا چیکار میکنه نماز جنازهش کم میشه همون را میگه که مگر اینکه بدون غسلش نکرده دفن شده باشد اگر بر قبر اون نماز جایز است کی بر قبر اون نماز جایز است و اگر بدون غسل یا تیمم نماز خواندن دفن کرده باید مجددا بر قبر اون نماز خوانده شود میگه مجددا میگه بود یک بار دیگه میگه بر بالای قبرش رفته چیکار کنه نماز جنازه شب خونه یعنی قبر نورو رو یا برگه بالای قبرش جنازه شب خونه و نماز اولا جایز نیست نماز اولش جایز نیست میگه مسئله 679 اگر بدون نماز دفن شده تا 3 شبانه روز بر قبر آن نماز خواندن جایز است یک انسان فوتید بندگی کرد همون انسان چیکار میکنه فوت کرده جنازش کردگی نیستن تا 3 شبانه روز میتونن که بر همون انسان چیکار کنن جنازه بخونن مسئله 680 طهارت مکان برای گذاشتن میت شرط نیست طهارت مکان یعنی همون مرده را میمونی بعدا جنازه کنی شرط نیست میگه شرط نیست لذا اگر زمین یا تخته یا تابوت کثیف باشد طوری که کفن نجس نشود و میت بر آن گذاشته نماز خواندن شود جایز است در جای زمینی که اوجا به نماز است در حالی که همون تابوت هم یا بگیم تخته که همون به نماز است لیکن کفن به نماز نمیکنه یعنی نجاست قاق است کفن به نماز نمیکنه درست هیچ گم نداره سیم عورت میت پوشیده باشد و اگر میت کاملا برهنه باشد نماز جایز نیست سیم شرطی همو مچه همو عورت یعنی پوشیدگی باشه کفن کگی باشه لیچی برهنه جنازه درست نیست چهارم میت جلوه نمازگزاران گذاشته شود در پیش روی نمازگزاران گذاشته می شود و اگر در عقب باشد نماز جایز نیست در عقب شمونند نماز جنازه جایز نیست پنجم میت آیا آنچه میت بالای آن است بر زمین باشد اگر بالای دست مردمان یا ماشین و غیره باشد نماز جایز نیست ایتا مردم یک از بدستوش بقپه و دیگر رو جنازه کنه ایتا درست نیست مگر چی در همون زمین میمونن و بالاش یگان مقصد اگر که بارون باشه یگان کلیون که یگان چی میمونن هم تا جنازش میکنن اکی میگوید که در ماشین هم در دور ماشین جایز نیست لیکن ای جایی که ضرورت دیگه یگان جایی نباشه مقصد غیر هم ماشین یگان جایی نباشه که چگونه تملکای غریب بسیار میشود در این حالت بیماری بسیار انسان از دنیا گذشت در همون درون ماشین جنازش کردن در این حالت عذر جایز میشود ششم موجود بودن میت و اگر میت موجود نباشد نماز جایز نیست ششم موجود بودن میت در پیش انسان ها باشد لیکن والله علم اگر خطا نکنم مذهب شافعی یا مالکی جنازه غایب میخونن یعنی یک انسان بندگی میکنه در دیگه شهر یا همینجا جنازش میکنن همینطور میخونن لیکن مذهب حنفی را جایز نمیدونه یکم 4 مرتبه تکبیر گفتن یکم فرض همون نماز جنازه چه 4 مرتبه تکبیر گفتن هر 4 تکبیرش چه فرضه دوم قیام و بدون عذر ترک قیام جایز نیست و در این نماز رکوع و سجده و قعده نیست دیم فرض همه نماز جنازه چه قیامه اگر انسان به عذر بشینه بخونه نماز جنازه درست نمیشه مسئله 680 در نماز جنازه 3 چیز هست 3 چیز سنته یکم حمد خدا دوم درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صلوات را میفرستی سیم دعا برای میت سیم چه دعا برای میت همدی سیم دعا برای میت یکم حمد الله اکبر برای کی میگوی دیم درود بر محمد صلی الله علیه و سلم علوم سلام سیم دعا ولی دعا را میگذاریم مسئله 683 جماعت در نماز جنازه شرط نیست لذا اگر یک نفر نماز جنازه را بخواند فرض ادا می شود مرد باشد یا زن بالغ باشد یا صغیر البته این نماز با جماعت بهتر است میگه در نماز جنازه جماعت شرط نیست اگر هم یک کس هم بخونه فرضی بجا میاد لیکن با جماعت با چه افضل و بهتر خوبتره میگه مسئله شرط مسنون نماز جنازه این است که میت جلوه گذاشته امام در مقابل سینه آن ایستاده شود و همه این را از نیت بنمایند و همه این را نیت نمایند نماز بخوانیم برای خدا نیتش که نماز بخوانیم برای خدا ثوابش را بر این میت
اقتدا کردیم به امام حاضر ایستاده. بعد از نیت الله اکبر گفته هر دو دست بلند کرده ببندد و بعد سبحانك اللهم را تا آخر بخواند. سپس تکبیر دوم را گفته دستها را بلند نکند و همان درود که در نماز خوانده می شود بخواند، یعنی همه اللهم صل علی کلارا. و بعد از خواندن درودها دستها را بلند نماید و اگر میت بالغ باشد، یعنی به بالغت رسیدگی باشد، زن این دعا را بخواند. انکه دعاهایی که بسیار انسان ها در نماز جنازه ها اشتراک میکنیم لکن همین دعا را نمیدونیم. اگر آدم مرد کلانسال باشه یا زن کلانسال باشه این دعا را میخونیم. اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لحینا، اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و الانسانا اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. این دعا بود. معنیش که معنی دعا ترجمه: ای خدایا بیامرز برای زنده ما و مرده ما و حاضر ما و غایب ما و کوچک و بزرگ ما و مرد و زن ما. ای خدایا کسی را تو او را زنده نگه داری از ما او را بر اسلام زنده دار و کسی را بمیرانی از ما او را بر ایمان بمیران. و اگر میت پسری صغیر باشد، پسری صغیر یعنی کودک میده بچه باشد، پسرچه میده باشد و بلوغت نرسیده باشد، این دعا را بخواند: اللهم اجعله لنا فرطا و اجعله لنا اجرا و ذخرا و اجعله لنا شافعا مشفعا. این دعا برای پسرچه: اللهم اجعله لنا فرطا و اجعله لنا اجرا و ذخرا و اجعله لنا شافعا و مشفعا. ترجمه: ای خدایا بگردان این را برای ما پیش رو در بهشت، یعنی همین کودک که حال به بلوغت نرسید، و بگردان این را برای ما مزد و ذخیره عاقبت، و بگردان او را برای شفاعت کننده و شفاعت او را در حق ما قبول کرده شود. و اگر دختری صغیره باشد به جای اجعله لنا شود و به جای شافعا شافعتا، یعنی چخلی که در اینجا گفت اللهم اجعله، اینجا چخه میگیم اللهم اجعل لنا رتا و اجعل لنا اجرا و ذخرا و اجعل لنا شافعتا و مشفعتا میگیم. بعد دخترچه میگه از این دعای تکبیر چهارم گفته بدون اینکه دستها رو بلند کند به دو طرف سلام میده. وقتی چهارم تکبیر که گفت به دو طرف چکار میکنه؟ سلام میده. مسئله 675 در خواندن دعاها و غیر نماز جنازه امام و مقتدی برابرند، فقط اینقدر فرق داره که امام تکبیر سلام رو بلند میگوید، همچنین که امام همون دعاهایی رو میخونه مقتدی هم همون رو میگه، فقط امام تکبیر سلام رو بلند میگه و مقتدی آهسته. مسئله 686 مستحب است که مردم 3 صف گردند حتی اگر 7 نفر باشند. اگر آدم کم هم باشد همین 3 صفش خوبه. 1 نفر امام، 3 نفر صف اول میسه، حتی امام 3 کس میسه، 2 نفر صف دوم میسه و 1 نفر سوم رو تشکیل دهند. مسئله 687 هر چی مفسد نماز بود مفسد نماز جنازه نیز هست. هر چی که نماز فاسد میکنه، یعنی خو رفتن، خوردن، آشامیدن، گپی دنیایی زدن و دیگر بیهوش شدن، همین ها که خیلی که نماز فاسد میکنه، نماز جنازه هم چی میکنه؟ فاسد میکنه. البته نماز جنازه خنده قهقه وضو را فاسد نمیکند و اگر با زن از صف قابل شد فاسد کننده نماز نیست. لکن میگه اگر قهقه وضو را فاسد نمیکند، در همین نماز جنازه خندید طهارتش میشکنه، وضوش را فاسد نمیکنه. و اگر با زن از لحاظ صف مقابل شد فاسد کننده نماز نیست. یا که یک زن اومده بر هم مرد ایستاد در نماز جنازه، چخیلی که در نماز 5 وقته اگر اگر در نماز جنازه زن بیاد بر مرد بیسته فاسد کننده نماز نیست. میگه در صورتی که این مقابل در نماز فرض نماز مرد رو فاسد میکنه و نیز خنده قهقه در نماز فرض وضو رو باطل میکنه. چگونه که خواندن در نماز 5 وقته هم نماز و هم چیه طهارت میشکنه، لکن در نماز جنازه نماز فاسد میکنه و طهارت نمیشکنه. مسئله 688
خواندن نماز جنازه در مسجدی که نمازهای پنجگانه و جمعه و عیدین خوانده میشود مکروه است. همین جنازه ها را کوشش کنند در کور که در بگیم که دشت و بگیم یگم صحن کلون در یگم راههای کلون در بخوننش خوبتره اگه که در مسجد میخوننش. همون میگه که در مسجد مکروه، چی مای داخل مسجد باشه یا خارج مسجد. این که در وطنهای خود ما همین را بسیار چیکار میکنن، در خارج مسجد میگذارن دیگه که جو که ندارن خودشو در دور مسجد میسن، لیکن همین را در صحنه کنن با خوبتر و بهتره. مسئله 689 تأخیر نماز جنازه برای از یاد جماعت مکروه است. همین نماز جنازه را بسیار معنی کنی که ایش بیو یا اوش بیو مکروه. مسئله 690 خواندن نماز جنازه نشستن بدون عذر مکروه است. اگر یک کس بدون عذر هم نماز جنازه را 6 خون مکروه است، نمازش فاسد میشه، باید که راستا خوانده شود. مسئله 691 اگر چند جنازه باشد به هر یک علاهده نماز خواندن بهتر است و اگر همه پهلوی هم گذاشته شود و بر هر یک نماز خواندن شود نیز جایز است. میگه که همون انسانی که 4-5 تا جنازه اگر به هر یک تشکر کنه علاهده جنازه بخونه این خوبتر و بهتره، لیکن همش هم تا پهلو مونده یک جنازه شکه چی میشه میگه علاهده میگن خونده بهتر است و اگر همه پهلوی هم گذاشته شود و بر همه یک نماز خونده شود نیز جایزه. همین تا بر میمونن 5 جنازه رو هم تا یک جنازه شو میکنن چی میگه این هم درسته. مسئله 690 اگر میت ها از اصناف مختلف باشد، اول مردها، دوم پسرها، سوم زنها و چهارم دخترها گذاشته شود، لیکن هم تا نگاه میکنی هر نمون مختلف مرده، در صف اول مردا را میمونن، با پسرچه ها را میمونن، با زنها را میمونن، با دخترها را در صف جنازه بگیم. مسئله 693 اگر کسی بعد از اینکه امام چند تکبیر را گفت رسید فورا تکبیر نگوید بلکه انتظار بکشد، وقتی امام تکبیر گفت تکبیر بگوید و داخل جماعت گردد و همین که امام سلام داد بقیه تکبیر را بدون اینکه چیزی بخواند بگوید و اگر وقتی رسید که امام تکبیر چهارم را گفتند فورا تکبیر بگوید و داخل نماز شود و بعد از سلام دادن امام تکبیر را بگوید. اینا بسیار هم مسئله را نمیدونیم، میدونیم که علاقه امام سبحانك اللهم خونده است دیم تکبیر گفته است، ما در واقع امام تکبیر میگیم یا دایره میگیم یا دو تکبیر شد دایره کردیم با دو دیگه وقتی امام سلام میته خود دو تکبیر دیگه میگیم یا یک تکبیر شد دایره کنیم 3 تکبیر دیگه خود میگیم. با مسئله 694 اگر کسی در اول جماعت مستعد و آماده برای شرکت در جماعت بود ولی به واسطه غفلت داخل نماز نشد، هنوز که امام بعد از تکبیر مشغول خواندن سبحانك اللهم می باشد فورا تکبیر اول رو بگوید. یعنی انسان نماز جنازه اومد و امام تکبیر گفت سبحانك اللهم خونده است حال عقیده است، در میگه چیکار کنه تکبیر بگوید میگه شریک نماز شود و اعاده آن تکبیر به شرطی که پیش از این که امام تکبیر دوم رو بگوید شریک جماعت گردد لازم نیست. اگر حال امام تکبیر دوم نگفته است در شریک شود دیگه تکبیر دیگه برای او تکبیر علاهده گفتن شرط نیست، لیکن امام یا تکبیر دوم که گفت وقتی امام سلام داد یا تکبیر میگوید. مسئله 695 برای امامت مقدمتر از هر کسی رئیس جمهور یا پادشاه. حق یکم امامتی برای نماز جنازه کی داره؟ رئیس جمهور میگه یا پادشاه اسلام میگه اسلامی وقت است و اگر نبود حاکم شهر میشود، حاکم شهر و بعد قاضی، حاکم شهر که نشه قاضی میشه و بعد نائب قاضی، اگر قاضی که نبود چیش میشه و نائبش میشه و اگر نائب نبود امام مسجد که میت در آن نماز میخونده، اگر که قاضی هم که نبود همون عالم محله ملای محله همونجا بگیم ملای مسجد خطیب بگیم خطیب نماز جنازه رو میخونه ولی اون میخوند و یا ولی و یا کسی که ولی با اون اجازه میدهد یا که خطیب هم نبود ملا امام هم نبود ولی گفته صاحب هم مرده میگن صاحب هم مرده میتونه که جنازه کنه و اگر یا صاحب مرده هم یگون کسی اجازه داد یگون ملا را میتونه که بخونه. مسئله 696 اگر بدون اجازه ولی کسی که مستحق امامت نبود نماز خواند ولی میت میتواند نماز رو اعاده کند و اگر مستحق بود نمیتواند.
همون میگه که به اجازت صاحب مرده یا آدم گرفت نماز جنازه را چیکار کرد خون. صاحب مرده اومد گفت کی خون؟ گفتن فلانی امامتی کرد خون. صاحب مرده میتونه اگر اکش باشه یا دودرش باشه میتونه که جنازه را ایسر بخونه. لیکن همو اکش اومد که چیکار کرد؟ گفت جنازه را کی خون؟ گفتن دودرت خون. در اینجا نمیتونه به خاطر که دودرش هم ولیه، دودرش هم که خشته وره ولیه، اینجا اکش اعاده کرده نمیتونه این را. این بود بیان دل چند مسئله در بیان میت. این مسئله هست که عزیزان دل هر یک مسلمانی که به روز قیامت ایمان دارد میداند که تو چقدر مهم است، ضرور است. از همه شما عزیزان دل همچی یک برادر غمخوار خواهان بنده ای است که گوش کنید، یگان مسئله را بآموزید. روزهایی می شود که این مسئله را در شما در کار می شود، پیش هر کس گردن کج نکنید. وقتی این مسئله را خودتون بدونید بهترین می شود. اویی که مرده شما را بیگانه می شود، اویی که پیش یک کس میره یک علم نمیدونه، یک عمل نمیدونه، به این خاطر گوش کنید و با یار و دوستان خود تقسیم کنید، اونها هم از این مسئله ها با خبر شوند. این هم یک پیشروی اسلام است. الله متعال همه ما و شما را در اسلام مستحکم و استوار بگرداند و این روز پرفیض پربرکت روز اضحی را همه مسلمان های روی دنیا روز پرفیض پربرکت و روز خوبی و خرسندی دوری از معصیت نصیب و روزی بگرداند و ما مسلمان های ضعیف ایمان الله متعال توفیق بندگی در جاده اسلام مستحکم و استوار بگرداند. همیشه الله متعال ما و شما را عقیده صحیح، دوری از کفر و نفاق، از شرک، از گمراهی و ضلال، از هر چیزی که عقیده ما را فساد میکنه، الله متعال من در حفظ عمل خود نگهبان باشه. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد برحمتك يا ارحم الراحمين.